لطفاً به این تصویر نگاه کنید. این آقا رو میشناسید؟ ایشون دکتر روزف لیستر هستن. کسی که دنیا و به ویژه ما ایرانی‌ها مدیون کشفمون هستیم. شاید اگه تلاش‌های اون نبود، امروز بسیاری از مادران در کنار ما نبودند. زمانی رو تصور کنید که مادری هنگام زایمان دچار عفونت میشد و چند روز بعد جان خودش را از دست میداد. عوام مردم میگفتند که آل او رو برد. اونا دلیل این اتفاق رو شیاطین، جنها و نیروهای اهریمنی میدونستند. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. همون گونه که میدونید عامل این مرگ ها موجوداتی نامرئی به نام میکروب بودند. روزف لیستر با استفاده از ماده‌ای به نام اسید کربولیک تمام ادوات پزشکی و زخم‌ها رو ضدعفونی کرد و برای اولین بار جلوی بسیاری از این مرگ‌ها رو گرفت. از اون لحظه به بعد علم جای خرافه رو گرفت و آل برای همیشه شکست خورد. بیایید قدر علم رو بدونیم و در برابر دانایی همیشه به احترام بایستیم.